اون انسان خودش گمراهی را انتخاب نکرده، خدا برش گمراهی را انتخاب کرده. در آیات بعدی این سوال جواب داده شده. خلاصش اینه که الله عزوجل قلبها را نگاه می کند. الله به ما انسان ها اختیار داده، خود ما میدونیم هر یکی اختیار داریم، ما مجبور محض نیستیم اونطور که بعضی از گروه ها مثل گروهی به نام جبریه بوده میگه انسان مجبوره، انسان از خود هیچ اختیاری نداره. نه، هر انسان اختیار داره، میدونه. شما میخواید این راه را برید، شما میخواید این راه را برید، هر راهی که میخواید برید اختیار دادید. این اختیار را الله به ما داده. الله تعالی انبیاء را فرستاده، راه هدایت هم مشخصه، راه ضلالت هم مشخصه. الله فرموده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی میخواد ایمان بیاره، هر کسی میخواد کفر کنه. الله تعالی راه را مشخص کرده، اختیار را به انسان داده. خب چطور گمراه میکند؟ الله عزوجل میفرماید که کسی گمراه میشه که در او چی باشد؟ دلش کج باشد. کسی گمراه میشه که با اهل حق درگیر بشه. کسی گمراه میشه که در درونش عناد باشه، ضد باشه، تعصب باشه. هر انسانی، چون عرض کردم الله عزوجل راه نیکی و راه بدی همه را گذاشته. وقتی که انسان در درونش عناد باشه، در درونش انابت نباشد، حق طلبی نباشد و با اهل حق درگیر بشه، با اهل حق عرض کنم که رو در رو بشه، مخالفت بکند، بر علیه اهل حق تبلیغ بکند، بر علیه اهل حق تبلیغات داشته باشه، این انسان گمراه، این خدا هدایت نمی کنه. میخوانیم در آیت. لذا الله عزوجل که گمراه میکنه انسان را، چون زمینه گمراهی را خود انسان انتخاب میکنه. اگر انسان اون زمینه را انتخاب نکند خدا گمراه نمیکنه. به همین خاطر اینجا میخوانیم که آیا تبلیغ بلیغ این مرد مؤمن اثرگذار نشد؟ تأثیری نداشت؟ الله میفرماید و من یضلل الله فما له من هاد. هر کسی را که الله گمراه کند برای او هیچ هادی، هیچ هدایت کننده وجود ندارد. و بعد این مرد مؤمن یادآوری کرد به این قوم، به همین مصری ها، به همین قبطی ها، که یادتون هست چند قرن پیش هم پیامبری عظیم الشان و پیامبری محبوب و دوست داشتنی به نام یوسف آمد. شما چه کار کردید؟ شما اون وقت هم قدردان نبودید. یوسف علیه السلام اهل تفسیر میگن حدوداً 400 سال پیش قبل از موسی علیه السلام بوده. 4 قرن. اون زمان انسان ها هم عمرشون زیاد بود. ولی خب ایشون میفرماید ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات. ای قوم من، یوسف قبل از این هم آمد، با دلایل آمد. یوسف علیه السلام دلایلی که برای توحید خدا، برای یکتاپرستی ارائه دادن در سوره مبارکه یوسف هست که یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها. دلائل مفصلی هست که الان وقت توضیح اون دلائل نیست. یوسف دلائل هم داشت، معجزات هم داشت. یکی از معجزات یوسف علیه السلام همین تعبیر خواب بود، پیشگویی ها بود. هرچی که پیشبینی میکرد در قالب اون تعبیر خواب همه صدق می آمد، همه درست در می آمد. بقیه همه معبران عاجز ماندند، ناتوان ماندند. لذا این معجزه بود. یوسف هم با معجزات آمد، هم با دلائل منطقی آمد. اما فما زلتم فی شک مما جاءکم به.
شما چون عناد داشتید، الان ببین این اسباب گمراهی از اینجا شروع میشه. شما چون عناد داشتید، شما چون ضد داشتید، فما زلتم فی شک، همواره شما در شک بودید، مما جاءکم به، از آنچه که یوسف آورد، از اون پیامی که یوسف علیه السلام آورد شما در شک بودید. همیشه اهل باطل درباره توحید شک دارد، امروز هم شک دارد، در گذشته هم شک داشت. وقتی گفته میشه که هر مشکلی در دنیا دارید فقط از خدا بخواهید، اونها شک ابراز میکنه، میگه که یک کشوری را یک پادشاه به تنهایی نمیتونه اداره بکنه، ده ها وزیر و مشیر داره، صدها مدیر داره، رئیس و رؤسا داره، چطور این عالم بزرگ را خداوند به تنهایی میتونه اداره بکنه؟ این همین شکهایی هست که مشرکین به همدیگه وسوسه میکنند، القا میکنند. یوسف علیه السلام و پیامبران و قرآن کریم همه این شکها را برطرف کرده، توضیح داده. الله میفرماید منو به خود قیاس نکنید، من مثل خودتون نپندارید، فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثل بیان نکنید، صفت از خودتون بیان نکنید، خداوند را مقایسه به یک انسان نکنید. لذا الله عزوجل در هر زمانی به وسیله پیامبران شکها را برطرف کرد. یوسف هم شکها را برطرف کرد، اما کسی که نخواهد از شک بیرون بشه اون هرگز بیرون نمیشه. ایشون میفرماید فما زلتم فی شک مما جاءکم به، همواره شما در شک ماندید از اون دعوت توحیدی که یوسف آورد. حتی اذا هلک، حتی زمانی که یوسف علیه السلام فوت کرد، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، شما گفتید خداوند بعد از این هرگز پیامبری مبعوث نمیکنه. حالا این تفسیرهای مختلفی داره. یه تفسیرش اینه که شما گفتید دیگه یوسف که فوت کرد تمام شد، جنجال تمام شد، درگیری ما تمام شد، هر روز بر علیه خدایان ما، بتان ما این حرف میزد، دیگه این تمام شد، بعد از این دیگه پیامبری نمیاد مثل این که بیاد با ما جنجال بکنه. شما احساس راحتی کردید. ببینید بعد از یوسف موسی آمد. یه تفسیرش اینه. یه تفسیر دیگرش اینه که شما تا زمانی که یوسف علیه السلام حیات داشت، زنده بود، تا اون زمان قدردان نبودید. وقتی که از این دنیا رفت، فوت کرد، در میان شما فتنه ها شروع شد، بعد از اون گفتید چنین پیامبری دیگه نمیاد. این یک دردانه بود که ما قدردانش نبودیم. علی ای حال، وقتی که یوسف علیه السلام فوت کرد، شما گفتید که خداوند دیگه پیامبر نمیفرسته. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. در اینجا مشخص کرده که ما در آیه گذشته خواندیم خدا هر کسی را گمراه بکنه او هدایتگری ندارد. حالا خدا کی را گمراه میکنه؟ الله میفرماید به همین خاطر خدا گمراه میکند من هو مسرف مرتاب، هر اون انسانی که متجاوز و شکاک باشه. مسرف، اسراف به معنی این که از حد بگذرد در هر چیز. از حد گذشتن یعنی ظلم بکند، در حق خدا ظلم بکند، در حق بندگان خدا ظلم. ما در هفته گذشته هم آیه خواندیم که الله عزوجل کسی که مسرف باشه، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب خواندیم. کسی که متجاوز باشه و بر زبانش همش دروغ باشه او هدایت نمیشه. بسیاری هستند که اصلا دروغ مذهبشون هست، دروغ گفتن برای اونها هنری هست و دروغ را عنوان دیگری به دروغ میگذارند و دروغ را عبادت میدانند. لذا الله عزوجل
چنین انسانهای متجاوز و کذاب را هم هدایت نمی فرماید. و اینجا می فرماید کسانی که متجاوز باشند، این قوم متجاوزی بود، ظلم کرد. در اون برنامه، در اون درس هم عرض کردم که کسانی که متجاوز باشند، هم در حق بندگان خدا تجاوز بکنند و هم در حق خدای عزوجل تجاوز بکنند، که تجاوز در حق خدا یعنی شرک، یعنی غیر خدا را عبادت کردن و تعظیم کردن، غیر خدا را پرستش کردن. الله می فرماید چنین انسانهای مسرف و مرتاب را، کسانی که در شک هستند، کسانی که هر چیز را با دیده شک و تعصب می نگرند، اینها را خداوند هدایت نمی فرماید. پس ببینید اون که گمراهی گفتیم خدا هر کسی را گمراه کنه، اون مطلق نیست. هر انسانی که زمینه گمراهی را در وجودش پیدا بکند، هر انسانی که این صفات بد را داشته باشد، او لایق هدایت نیست. اینجا دو تا از اون صفات بیان شده، یکی متجاوز و یکی شک کننده و متعصب. حالا دو تا صفت دیگه در آیه بعد می آید. پس این که میگن خدا گمراهش کرده، این نیست که خدا یکی را هدایت بکنه یکی را گمراه بکنه، نه، خداوند عزوجل قلبها را نگاه میکند. زمینه هدایت باشه او را هدایت میده، زمینه گمراهی باشه او را گمراه میکنه. لذا این انسانهای متجاوز کی هستند؟ خیلی مهم هست. الله می فرماید الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، کسانی که در آیات الهی جدال می کنند، در آیات الهی جر و بحث می کنند، درگیر میشند، نزاع می کنند، بغیر سلطان اتاهم، بدون هیچ دلیلی که پیش اونها باشد. وقتی که شما آیات الهی را برایش میخونی، او در عوض برای شما داستانی تعریف میکنه، افسانه تعریف میکنه، یعنی این آیات گویا علیاذ بالله خلاف میگه. به عنوان مثال عرض میکنم مسئله را یک کمی بازتر که بفهمیم. در قرآن کریم از اول تا آخر قرآن کریم ما اینو داریم که الله میفرماید هیچ کسی را بغیر از من فریاد نزنید، از هیچ کسی حاجت نطلبید، و اینهایی که شما حاجت میطلبید و صدایشو میزنید، خدا میفرماید و هم عن دعائهم غافلون، اونها از فریاد اینها بیخبرند. اونها اگر انسانهای نیکی هستند در بهشت و در جاهای خوب عیش میکنند، اگر انسانهای بدی هستند به عذاب خودشون گرفتار هستند. صدا زدن شما هیچ تأثیری ندارد. حالا کسی استدلال میاره چطور شما اینه میگید، در حالی که ما رفتیم، فلان قوم رفت، فلان فرد رفت، فلان شخص رفت، فلان جا رفت، فریاد زد حاجتش برآورده شد، فلج بود خوب شد، کور بود بینا شد. از این نوع داستان ها، یعنی قرآن علیاذ بالله خلاف میگه. این داستان ها را بعضی ها میبافند، درست میکنند، قصه درست میکنند تا در مقابل آیات الهی قرار بدن. الله اینها رو میفرماید کسانی هستند که جدال بالباطل میکنن. جدال بالباطل معنیش اینه که یه چیز باطلی، یه چیز دروغی دستش هست، با این میآید و با حق و اهل حق و آیات حق درگیر میشه. لذا اینها هرگز قابل هدایت نیستند. قابل هدایت چه کسانی هستند؟ قبلا خواندیم و یهدی الیه من اناب، هدایت میشه کسی که در دلش انابت باشه، در دلش حق طلبی باشد، در جستجوی حق باشد، به دنبال هدایت باشد، به دنبال راه درست باشد. کسی که به دنبال گمراهی باشد و در مسیر گمراهی خودش هی با اهل حق، با انبیا، مثل همین فرعونی ها، با انبیا درگیر بشه، او قابل هدایت نیست.
لذا الله عزوجل اینجا چند صفت داره بیان میفرماید چه کسانی گمراه میشوند. الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، کسانی که جدال میکنند در آیات الهی، جر و بحث میکنند، به اصطلاح خودشون مباحثه و مناظره میکنند با آیات الهی بغیر سلطان اتاهم، بدون دلیلی که پیش اونها بیاد. پیش اونها هیچ دلیلی نیست، پیش اونها همش خرافاته، افسانه هست، داستان هست، قصه هست، چیزی دیگه نیست. آیه ای ندارند، منطقی ندارند، استدلال درست و حسابی ندارند. لذا الله می فرماید و این نکته را خدمت شما عرض کنم، از زمان انبیا گرفته تا به امروز هیچ وقت اعتقاد خودمون و باور خودمون را با یک داستان تنظیم نکنیم. یه آدمی بود، خدا مغفرتش بکنه، آدم ساده ای بود، الان فوت کرده، تقریبا چند سال 20 سال پیش در خانهش حرکتی دیدم، من مهمانش بودم در یه شهر دیگه، در خانهش حرکتی دیدم که من احساس کردم این اعتقادش مقدار مشکل داره. بنده به ایشون گفتم که شما هر عقیدت را درست کن، هر چیز را فقط از خدا بخواه، سجده برای الله، فریاد زدن باید برای الله باشه، نظر و نیاز و خیرات برای الله باشه، طواف باید برای الله باشه، برای غیر خدا نه. ایشون گفت که این عکسی که تو میبینی در خان، چون یک عکسی بود، عکسی منسوب به یکی از بزرگان، اون زمان عکس نبوده، منسوب به شیخ عبدالقادر جیلانی بود. گفت که شما نمیدونید که اینها چه کار کرده، اینها هر کسی ازش حاجت میخواست حاجتش را برآورده میکرد. اون داستان پیرزن معروفه که بچهش مرد و شیخ عبدالقادر جیلانی روح بچهش را برگردان. اینا وقتی که مرده ها را میتونن زنده بکنن، مشکل ما را نمیتونه. گفت اینا همه داستانه، آیات چیزی دیگه میگه. حالا این یک نمونه‌ایه که به خور ما دادند که ما در مقابل آیات الهی بیاییم یه داستانی که بگیم. یه بزرگی را میگفت که روی جانمازش می نشست، پرواز میکرد، میرفت بیت الله نماز میخواند. یه دیگه بزرگی را میگفت روی دیوار می نشست، این دیوار مثل اسب میرفت. خب بالفرض اگر کرامتی باشه، ولی اون کرامت را خدا به او داده. ما باید مشکلمون را از الله بخواهیم، ما باید همون الله را سجده بکنیم که اون بزرگ را به اون بزرگی قرار داده. لذا در مقابل آیات هیچ وقت داستان نیاریم و همچنین اعتقاد خودمون را، باور خودمون را بر داستان ها منظم و مرتب نکنیم. اعتقاد را باید از کلام الله بگیریم، از کتابی که الله عزوجل بر قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل فرموده. لذا الله عزوجل می فرماید که بدون دلیلی که پیششون باشد، کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا. الله می فرماید کسانی که این روش را اختیار می کنند، یعنی با اهل حق درگیر میشن، با اهل حق جدال می کنند، بسیار سنگین و بزرگ هست از نظر خشم الهی. کبر مقتا عند الله، اینها از نظر خشم الهی و غضب الهی سخت در غضب الهی هستند. و عند الذین آمنوا، از نظر مؤمنین هم اینها در مورد خشم و غضب واقع میشن. و در آخر الله عزوجل در ادامه اون که چه انسانهای گمراه میشوند و هرگز هدایت نمیشوند، دو چیز دیگه میفرماید: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. به همین خاطر الله عزوجل مهر میزند، مهر میزند، مهر جباریت میگن این مهر را، بر هر قلبی که اون قلب دو صفت داشته باشه. اولا عزیزان، نکته‌ای که خیلی مهم است و قابل توجه است، اون نکته این هست که الله عزوجل همه چیز را در قلب گذاشته. قلب خودمون را اصلاح بکنیم. قلب خدا نکند مریض بشه، که مریضی قلب در تمام بدن سرایت میکنه. اصل قلبه،
همیشه مثالی که بزرگان بیان میکنن، من عرض میکنم که قلب وقتی که در قلب مثلا سخاوت باشه دست بازه، انسان به هر کی میده. در قلب شجاعت باشه انسان نمیترسه. قلب وقتی که در اونجا بخل باشه دست بسته است. در قلب وقتی که بزدلی و جبن باشه انسان خود به خود بدنش میلرزه. یعنی همه چیز بر قلب بستگی داره. هدایت هم الله میفرماید قلب وقتی دو صفت داشته باشه این را خدا مهر میزنه، مهر گمراهی، مهر زلالت، دیگه قابل هدایت نیست. اون دو صفت چیه؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هر قلبی که اون قلب متکبر باشه، در قلبی که تکبر باشه، خدا از این صفت نجات بده. تمام این سردمداران دنیا، فرعونهای دنیا که هدایت نشدن به خاطر همین صفت تکبر. تعصب هم نوعی تکبر هست. تعصب میگه من دین آبایی و اجدادی خودم را بذارم برم به طرف این مسیر، این تعصب است، این نوعی تکبر است. پس تعصب، تکبر، اینها مانع هدایتند. الله میفرماید در هر قلبی که این تعصب و تکبر باشه و جبار، هر انسان ستمگر ظالم، این دو صفت مانع هدایته. این دو صفت نمیذاره که انسان هدایت بشه. یکی این که تعصب و تکبر داشته باشه، یکی این که انسان ظالم و عرض کنم که ستمگر باشه. حالا این سخنرانی مرد مؤمن است. فرعون که در مقابل فرعون این سخنرانی نکردن همین دو صفت را داشت بیچاره. یکی تکبر، میگفت انا ربکم الاعلا، میگفت که بزرگترین رب من هستم. وقتی که اون پادشاهی خودش را میگفت به رخ موسی میکشید، میگفت و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. این همه نهرها و این عرض کنم که نیل هست و بقیه نهرهای مصر و این همه ملک مصر میبینید که اینا تحت فرمان من جاری هستند. و میگفت که ببینید که من اون وقت قبلا هم عرض کردم دستبندهای طلایی داشتن، علنگوهای طلایی، ببینید که من طلا دارم موسی ندارد. یعنی بر اون مالش مینالید، بر اون پادشاهیش افتخار میکرد. این تکبرش بود. و جبار هم بود، خیلی ظلم میکرد، کودکان را میکشت، فرزندان بنی اسرائیل را بار بار دستور میداد که اقتلوا ابناءهم، بچه‌هاشون را بکشید. بچه کش بود. قبلا هم عرض کردم اینهایی که امروز بچه میکشن مثل اسرائیلی ها، اینا نه تنها به ارث بردن از فرعون، روی فرعون را سفید کردن اینا با این کارشون. او اگر میکشت محدود میکشت، میترسید به خاطر حکومت خودش که موسی متولد نشه. اما اینها میخوان نسلها را از بین ببرند. لذا این دو صفت وقتی باشه، تکبر باشه و ظلم و ستم باشه، اون وقت به جای هدایت الله عزوجل مهر جباریت میزنه. این مهر وقتی که به قلب بخوره، اون وقت مبلغ موسی کلیم باشه، همون انسان هدایت نمیشه. اثار من داسه تبدیل به اژدها میشه که معجزه ای هست، اما باز هم تکان نمیخوره. دستش را از زیر بغل در میاره، مثل ستاره میدرخشه، اما باز هم تأثیری در فرعون نداره، چون اون قلب را الله مهر زده. الله عزوجل قلبهای ما را پاک بگرداند از این صفاتی که در این جا بیان میشه، ظلم و تکبر و تعصب. الله عزوجل همه ما را حفاظت بفرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.